ای شاه خائن، به چه حقی بنزین 1000 تومانی رو 6 ریال میفروختی؟ گوشت 30,000 تومانی رو 7 تومان میفروختی؟ سکه 1,000,000 تومانی رو 80 تومان میفروختی؟ ای دزد، به چه حقی پسته 60,000 تومانی رو 8 تومان میفروختی و نان سنگه که 1000 تومانی رو 3 ریال به مردم میدادی؟ آخه تو وجدان و انصاف نداشتی؟ ای دیکتاتور، ای دیو، پاسپورتی داده بودی دست ملت ایران که بدون ویزا برن گردش اروپا که چه بشه؟ 5مین ارتش قدرتمند دنیا رو ساختی که چی؟ ای خائن آمریکایی، چرا دلار 4000 تومانی آمریکایی رو 7 تومان میفروختی؟ فکر نکردی مردم فهیم و آگاه ایران بالاخره حقشون رو ازت میگیرن؟ دیدی که حق به حق دار رسید؟ به چه حقی به دانش آموزان تغذیه خوب، شیر، پسته، موسیب غیره میدادی تا رشد مناسب داشته باشن، قد بکشن جلوی توی خائن قد علم کنن؟ وطن یعنی دویدم در پی نان، وطن یعنی صف نون و صف و شیر، وطن یعنی همش درگیر، وطن یعنی همین بنزین، همین نفتی که توی سفره غرب، وطن یعنی همین سهمیه بندی، وطن یعنی کمربند و ببندی، وطن یعنی لیسانس الاف بیکار، کمی چای، کمی قلیون و سیگار، وطن یعنی خیابان خواب و معتاد، پسرهای فرار ایداد و بیداد، وطن یعنی تموم سهم ملت، یه تیکه نون و باقی خجالت، وطن یعنی اداره زیرمیزی، اگر بیشتر بدی بیشتر عزیزی، وطن یعنی هزاران پشت کنکور، فدای مرد که از گهواره تا گور، وطن یعنی یه دانشگاه آزاد که کل شهرها را کرده آباد، وطن یعنی که محصولات چینی، وطن یعنی که یه روز خوش نبینی.